بینندگان عزیز سلام بر شما. خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ گزارش داده که صادرات نفت ایران به زیر 1 میلیون بشکه رسیده، در حالی که سران جمهوری اسلامی برای بودجه سال 98 روی فروش 1.5 میلیون بشکه در روز حساب وا کردند. فلذا همگی از جای خود برخاسته رو به قبر خمینی ایستاده و یک صدا بگویید سلام کسری بودجه، سلام چاپ پول بدون پشتوانه، سلام ابر تورم چند 10%، سلام گرانی، سلام ونزوئلا، سلام بدبختی. آقای جعفری شما بله بیا اینجا ببینم چی شد، شمردی؟ چند تا شد بالاخره؟ سلام جناب رئیس، بله شمردم، از دیروز تا الان حدود 1,700,000. اوه چقدر خوب، 1,700,000 بشکه، بیشتر از اونی که فکرشو میکردیم فروختیم ها. اینا همش به خاطر برکت وجود مقام عظماست دیگه. ببین با این همه تحریم 1,700,000 بشکه نفت. نه قربان، بشکه نه، من نگفتم 1,700,000 بشکه. خب پس حتما منظورت 1,700,000 گالون دیگه. البته گالون هم خیلی خوبه، بالاخره اینقدری هست که تو بودجه سال آینده زیاد کم نیاد. سفره انقلاب هم پهن نگهش میداره دیگه. این همون کلیدیه که در تدبیر و امیده. نه ببخشید جناب رئیس، من منظورم گالونم نیست، ما 1,700,000. آها فهمیدم دیگه، 1,700,000 لیتر منظورته. خب اونم خوبه، حالا کم هست ولی حداقل خرج پروژه های موشکی برادرای سپاه و کسری های پوشکی مدافعان حرمو که میده دیگه. بقیهش هم حالا یه کاری میکنی. نه آقای رئیس، نه منظورم لیترم نیست، منظورم 1,700,000 بطری، آفتابه، استکان. 1,700,000 استکان نفت فروختی؟ نه جناب، نه حاج آقا، نه اخوی، نه سردار، من این اسکناسایی که امروز گرفتیم و شمردم، روی هم رفته 1,700,000 تومان فروش داشتیم، اونم نفت نبوده. 10-15 تا از این بشکه ها رو دادیم به نون خشکی، زایاتی. اوه چه وضعی. ببین اون 1,700 رو بده من. نه بده من، میگم بده من. مرسی. ببین آقای جعفری، من میرم، هر کیم با من کار داشت بگو نمیدونم سرما خورده، تصادف کرده، اصلا رفته تو کما دیگه، نمیدونم یه چیز خودت بگو دیگه. به منم زنگ نزد یا